گرفتن این ویدیو یکی از جنجالی ترین تصمیمات و پرریسک ترین تصمیماتی بودش که گرفتم. به خاطر اینکه به عنوان یه ماما هیچ وقت دوست نداشتم به عنوان مامای شناخته بشم که درگیر مسائل هایمن و پرده بکارت، البته به اشتباه، یا چه میدونم اینجور مسائل باشه و همیشه ترجیح دادم انرژی از خودم و زنانی که منو دنبال میکنن رو برای این بذاریم که زندگی بهتری داشته باشیم، به بدنمون بیشتر عشق بورزیم یا بتونیم بدنهای سلامت تری داشته باشیم. اما بعد از اینکه به طور اتفاقی یک پست داخل اینستاگرامم گذاشتم در مورد صرفا اینکه ساعت پارگی پرده بکارت به چه معنیه و وایرال شد و بسیار تعداد زیادی دایرکت، کامنت و سوال گرفتم در مورد این موضوع. فهمیدم که دارم خودم رو گول میزنم. جامعه ما شاید به خیلیامون بگیم که خب بالاخره ما پیشرفت کردیم، تغییر کردیم، ولی هنوز در یک سطوحی از فرهنگ ما مسئله هایمن یکی از مسائل مهم و حائز اهمیته و باعث اضطراب، استرس و درگیری ذهنی بسیاری از دخترانه. از این رو بران شدم تا یک ویدیوی کوتاه از سوالاتی که بچه‌ها ازم پرسیده بودن درست بکنم که شاید اضطراب و استرسی رو از یکی از این بچه‌ها کمتر بکنه و باعث بشه که صرفاً آگاهی نسبت به این قسمت از بدنشون داشته باشن. چون من بعدها که میام مثلا بچه‌هایی که واژینیسموس دارن، در واقع نمیتونن دخول داشته باشن رو بررسی میکنم، میبینم که استارت این مسئله که یک بیماری روانی در واقع هست که از روان نشأت میگیره، استارت این مسئله از همین پرده بکارت خورده. سوالاتی که خیلی عجیبه و وقتی بپرسم خودتون متوجه داستان میشید که چقدر عجیب غریبه. چرا میگم پرده بکارت نه و هایمن؟ هایمن لفظ انگلیسی قسمتی هست که یک قشای هست که فاقد هر گونه عروق خونی و اعصابه و در ابتدای ورودی قسمت واژن زنان قرار گرفته. این قشا به این صورته که وسطش سوراخ یا سوراخ‌هایی داره برای اینکه خون پریود تخلیه بشه و اگر نوع هایمن این پرفوره یا بدون هیچ گونه سوراخی باشه، اونجا یک اختلاله که باعث ایجاد مشکل میشه و باید حتما جراحی بشه. اما هایمن انواع مختلفی داره. میتونه شامل انواع حلقوی یا ارتجاعی، نعل اسبی، غربالی یا انواع مختلفی مثل سپتوم دار بشه. به طور کلی هایمن ها مثل اثر انگشتن، یعنی ممکنه هایمن ها خیلی انواع مختلفی داشته باشن. هیچ وقت نمیتونیم دو تا هایمن کاملا مشابه یا کاملا متفاوت پیدا بکنیم و هایمن ها در واقع بخش هایی از بدن هستن که باقی مانده یک قسمتی از در واقع بافت های جنینی هستن که قرار نیست هیچ فایده خاصی برای ما داشته باشه و حتی صرفا لفظ پرده بکارت رو هم نمیتونیم براش استفاده بکنیم. اولا که بکارت یک تعریف کاملا نسبیه و ثانیاً این که بکارت چه بکارتی؟ در واقع صرفاً آیا دخول واژینال نداشتن تعیین کننده است؟ نه. پرده بکارت یا هایمن در واقع بعد از اولین رابطه جنسی یک آسیب‌هایی رو متحمل میشه. این آسیب میتونه باعث قسمت‌هایی از این پرده بشه یا اینکه اگر انواعی مثل غربالی باشه به طور کامل پارگی ایجاد بشه یا در انواع سپتوم دار اون سپتوم میانه از بین بره که اینها چیزهایی کاملا نسبی هستن که به واسطه معاینه میشه فهمید که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده و چه وضعیتی در قبل بوده. از اینجای ویدیو به بعد قراره یه تعداد از سوالات شما رو بخونیم و پاسخ بدیم. سوال اول، یه خانمی پرسیدن که خانم دکتر زیبا، میدونم که خیلی زحمت میکشید، میشه سوالم رو جواب بدید؟ زاییدگی روی هایمن یعنی چی؟ بچه‌ها، هایمن همونطور که شما مثلا یک ورودی در واقع قار دایره شکل رو در نظر بگیرید، حالا تصور کنید که یک لبه هایی داره. این لبه ها اگر تمام اطراف هایمن رو فرا گرفته باشن، بعد از اولین دخول یک ساییدگی در این لبه ها ایجاد میشه که همون تغییرات حاصله از اولین دخوله. به همچین نوع پرده بکارتی یا هایمن حلقوی گفته میشه که دور حلقوی ارتجاعی تقریبا مشابه که دور تا دور ورودی واژن رو یک چیزی گرفته. شما فرض کنید که یک قوامی مثل قوام بادکنک رو روی یک لوله که اینجا هست، یک قوایی مثل بادکنک رو میکشید و وسطش رو سوراخ میکنید. اون لبه ها
میشن هایمن و اون لبه ها در اولین دخول یک سایدگی رو تجربه میکنن. در پرده های بکارت حلقوی یا ارتجایی معمولا ما سایدگی رو مشاهده میکنیم که در معاینه کاملا قابل تشخیص. سوال بعدی دوست عزیزی است که نوشته سلام، شیاف واژینال برای ترمیم از کجا باید تهیه کرد؟ همچین شیافی هنوز اختراع نشده و اصلا ترمیم وجود خارجی نداره. در مورد بحث ترمیم صحبت از بحث ترمیم شد، از ترمیم بکارت دعوت میکنیم که شوخی میکنم. در مورد بحث ترمیم کاملا براتون توضیح میدم، اما همچین شیافی هنوز اختراع نشده. سوال بعدی یک عزیزی پرسیدن که یک سوال داشتم خدمتتون، این که آیا امکان تشخیص تعداد رابطه از روی ظاهر واژن وجود داره؟ یعنی در دخول آقا میتونه متوجه بشه که خانم چند بار رابطه داشته و تعداد رابطه رو تشخیص بده و اینکه آیا شرایط الاستیسیته واژن یک خانم بدون سکس واژینال با یک خانمی که سکس واژینال داشته فرق داره یا خیر؟ سوال اول اینکه تعداد رابطه، خیر، تعداد رابطه قابل تشخیص نیست. این که مثلا بگیم با دیدن متوجه بشن یا حتی همکار ماما یا همکار پزشک معمولا نمیشه تعداد رابطه رو متوجه شد. اما بحث الاستیسیته اینه که بله میتونه سکس های واژینال متعدد و بارداری بر روی الاستیسیته واژن، بارداری هم خود بارداری هم زایمان واژینال بر روی الاستیسیته واژن تاثیر دارن و حالت کشسانیش رو تغییر میدن. البته این مسئله یا به قول معروف تنگ واژن که گفته میشه کاملا با بحث ورزش هایی که ورزش کگل بهشون اطلاق میشه و کیفیت بافت کف لگن رو افزایش میدن قابل جبرانه. سوال بعدی این که سلام، خوبین؟ ممنون از پیج عالیتون و زحماتتون. خواهش میکنم یک سوال داشتم، آیا با رابطه سطحی بدون دخول ممکنه به پرده بکارت آسیب بزنیم؟ اصطلاحاً رابطه جنسی سطحی منظورم همون لاپایی عمیقه. آیا عمیق یا سطحی بودن لاپایی به بکارت آسیب میزنه یا نه؟ اما بدون دخول اصولاً تا وقتی دخول صورت نگیره هایمن آسیب نمیبینه. هایمن در ورودی واژن هست، اما فرد به فرد متفاوته که کجا قرار گرفته. برای همین اگر این مسئله خیلی براتون مطرحه حتما میتونید از یک معاینه یا از یک معاینه‌گر مطمئن کمک بگیرید که بهتون بگه که وضعیت هایمن در چه حاله. ولی نه، با روابطی که شامل دخول نمیشن هایمن آسیب نمیبینه. سوال بعدی اینه که سلام دکتر، خوب هستین؟ نوع پرده بکارت بعد از پاره شدن هم قابل تشخیص هست یا خیر؟ بله، پرده هایی که در واقع حالت ارتجایی و حلقوی دارن بعد از دخول هم قابل تشخیص هست. هایمن های سپتوم دارم تا حدودی بسته به اینکه چقدر آسیب دیده باشه میشه تشخیص داد که نوعش قبل از رابطه دخولی چی بوده. سوال بعدی پرسیدن که آیا روابط ملامسه هم قابل تشخیص هستن یا خود ارضایی؟ ببینید، در روابط در واقع که شامل دخول نیستن همونطور که گفتم معمولاً پرده بکارت یا هایمن آسیب نمیبینه. اما در موارد خود ارضایی، چون خیلی سوال بچه‌ها بود که آیا با انگشت احتمال آسیب هست یا خیر، باید بگم که معمولاً نه، اما بسته به اینکه چطور این رابطه در واقع انجام بشه، شدتش چقدر باشه یا چه اتفاق بیفته ممکنه شامل آسیب بشه و باز هم من معاینه رو قطعا توصیه میکنم اگر براتون مطرحه. نکته بعدی، این سوال خیلی جالب بود برای خودم و به نظرم علت 90% بچه‌هایی که مبتلا به واژینیسموس میشن این افکار عجیب غریبه. نوشته که سلام خانم دکتر، خسته نباشید، یه سوال داشتم. این حرف درسته که میگن بعد از اولین رابطه جنسی وقتی باکره رو از دست میدی بدنت میترکه، یعنی ظاهرت نشون میده که باکره نیستی؟ نه، صرفاً یک رابطه جنسی دخولی قرار نیست تغییرات آنچنانی در بدن ایجاد بشه. اصلا این سوال خیلی عجیبه و اصلا خیلی خوشحال میشم که حالا یک ویدیو در مورد واژینیسموس هم حتما داشته باشیم. اما علت اکثر موارد واژینیسموس اینه که بچه‌ها فکر میکنن که با دخول قراره یک اتفاق خیلی عجیب غریب، خیلی دردناک یا خیلی سوزاننده‌ای رخ بده، در حالی که صرفاً یک فکره. ببخشید، من بکارتم رو ترمیم کردم، الان کلفت شده گوشتش و پارگی صورت نمیگیره، اصلا پاره نمیشه، من چی کار کنم؟ ممکنه راهنمایی کنید؟ ببینید، من اول در مورد این بحث ترمیمی که بعضی از ناهمکاران عزیز انجام میدن یه توضیحی بدم. این ترمیم نیست، بخشی از دیواره واژن شما رو به یه قسمت دیگه میدوزن.
که موقع رابطه اون بخیه صرفا پاره بشه و خونریزی کنه. آسیبی که به واژنتون، آسیبی که به بدنتون میزنید رو هیچ مدل نمیتونید بهبود ببخشید. آسیبی که اون بافت تجربه میکنه. و بله اگر طرف ناشی باشه، نمیدونم یک کاری بکنه که عجیب غریب یه جایی رو به یه جای دیگه بدوزه که ما نمیدونیم، چرا که نه، ممکنه این اتفاقهای غم انگیز رخ بده. سوال بعدی فرمودن که من 1 ماه پیش معاینه بکارت انجام دادم. بکارتم از نوع حلقوی ارتجاعی هست. با نامزدم رابطه داشتیم ولی دخول نبود. دکتر گفتن پردم در سطح 3 ساییدگی داشته. کپسول آناهیل بهم دادن، گفتن چون زیاد نیست به مرور زمان امکان داره ترمیم بشه. میخواستم بدونم چنین چیزی درسته یا نه. اول در مورد بحث ساییدگی که توضیح دادیم، در مورد حلقوی و ارتجاعی هم گفتیم. در مورد کپسول آناهیل، کپسول آناهیل یک کپسولی هستش که در واقع بدن رو خشک میکنه و وقتی اون بافت نه عروق خونی داره، نه عصب داره، نه چیزی برای این داره که بخواد ترمیم اتفاق بیفته، یعنی عملا انگار مثل یک گوشت جدا شده است. چجوری قراره یه قرصی بره اونجا تاثیر بذاره؟ من نمیدونم. همکاران عزیز اگر اطلاعی دارین منو آگاه هم بکنین، من خوشحال میشم از آگاهی در بیام. سوال بعدی پرسیدن که میخواستم بدونم که فردی که 1 بار ازدواج کرده و پرده بکارت از دست داده ولی گفته شده که نهایتاً 5 الی 6 بار رابطه داشته، آیا میشه مشخص کرد که چند بار رابطه داشته؟ و از تعداد شیارهای دیواره و ساییدگی شیارها؟ نه بچه‌ها، معمولا تعداد رابطه تعیین نمیشه. من فکر نمی‌کنم کسی این اعتماد به نفس داشته باشه که با یک معاینه بگه این تعداد رابطه داشته یا اون تعداد رابطه داشته. در پزشکی قانونی هم بعید میدونم همچین کاری بکنن. ولی این که رابطه جنسی قبلا داشتید معمولا با معاینه واژن مشخص میشه. فرمودن که متخصص زنان رفتم و گفتن که هایمنت سپتوم داره، باید قبل رابطه برش داری و یا نه خیلی ممکنه خونریزی بکنی. خیلی از اون موقع ترس برم داشته. یکی دیگه از عوامل ایجاد واژینیسموس. به نظرتون لازمه برداشته بشه؟ معمولا خیر. البته باز هم بسته به معاینه متغیره، ولی معمولا نیازی به برداشتن چیزی یا عمل جراحی قبل از رابطه جنسی نیست. صرفا همین که رابطه جنسی با کیفیت داشته باشید، وقت بذارید، صبر بذارید، معاشقه طولانی داشته باشید، باعث میشه که درد هنگام دخول حتی در اولین رابطه بسیار کم و حتی ناپدید بشه. سوال بعدی پرسیدید که هایمن من نوعش حلقوی ارتجاعی است. خواستم ببینم شب عروسی خونریزی دارم یا نه. معمولا هایمن های حلقوی ارتجاعی خونریزی ندارن، اما باز هم به صورت 100% نمیشه گفت متفاوته و بسته به افراد متفاوت چیزهای متفاوتی ممکنه اتفاق بیفته. ما موردی داشتیم که بله حلقوی ارتجاعی بوده و شب عروسی خونریزی هم داشته. سوال پرسیدین که بله این انگار که با نامزدم در دوران آشنایی رابطه دخولی نداشتم ولی 1 بار حس کردم انگشتش سر خورده، ولی من بازم احساس درد و خونریزی نکردم. الان به علتی میخوام که جدا بشم و آیا ممکنه که در واقع من هایمنم رو از دست داده باشم؟ معمولاً گفتم روابطی که با انگشت هستن اتفاقی رخ نمیده، خصوصاً این که شما احساس نکرده باشید، اما باز هم معاینه رو توصیه میکنم اگه حساس هستین. پرسیدن که من توی سن 6-7 سالگی از بلندی حدوداً 1.5 متر با باسن خوردم زمین و آیا ممکنه هایمن من آسیب دیده باشه یا خیر؟ معمولاً با دوچرخه سواری، فشار آب، افتادن هایمن آسیب نمیبینه در 90% موارد و حتی اگر هم آسیب ببینه و اگر خیلی براتون مطرح و مهمه میتونید در واقع یک پزشکی قانونی برید و اونجا یک در واقع چک بشید و بهتون یک گواهی میدن که این اتفاق به این علت ورزش رزمی اینا بوده که رخ داده. یکی نوشتن که سلام خانم دکتر، این که تو گواهی نوشته پرده بکارت سالم و این که در گواهی نوشته که پرده بکارت در سطح 12 آسیب دیده به چه معنیه؟ ببینید پرده بکارت در واقع یک چیز دایره‌ای شکله، مثل ساعت. برای همین اگر یک ساعتی رو به شما اعلام میکنن که در این ساعتها آسیب دیده، به این معنیه که اون پارگی سطحی در اون ساعتها، مثلا در ساعت 6 و 9 در ساعت فلان و فلان اون پارگی رخ داده و باز شدگی رخ داده. و اگر پارگی در فلان ساعت و فلان ساعت اتفاق افتاده، بعد میپرسن که آیا ممکنه دوباره پارگی در یک ساعت دیگه رخ بده؟ نه، معمولا مثل یک دایره رو در نظر بگیریم. وقتی در 2 نقطه پارگی اتفاق میفته یعنی که در دفعات بعدی هم که دخول انجام بشه، چون اون پارگی اتفاق افتاده انگار فضا باز شده و دیگه نیازی به پارگی نیست برای عبور آلت.
سوال دیگه ای که چطور معاینه انجام بدیم که بدونیم هایمنمون سالمه یا نه بدون معاینه. یه کاری که میتونید انجام بدید و خیلی من توصیه میکنم اینه که حتما با آینه اندام جنسی خودتون رو مشاهده کنید، باهاش دوست باشید، بشناسیدش، ازش فراری نباشید. اما این که بخوایم به طور قطعی تشخیص بدیم چه نوع هایمنی دارم یا اصلا این قرار خونریزی بکنه نکنه فلان اینا، معمولا به اینو به یک متخصص واگذار کنید. یکی از عزیزان نوشته که من دیروز رابطه داشتم و اولین بارم بود، موقع رابطه هیچ خونریزی نداشتم، اما الان که 1 روز از رابطه گذشته لکه بینی دارم، دلیل چی میتونه باشه؟ اولا که معاینه و رفتن پیش ماما رو باب کنید، رسم کنید لطفاً، و این باعث میشه که شما در مواقع لزوم یک شخص رو داشته باشید که بهش بتونید اعتماد بکنید. این یک نکته. اما نکته بعدی در مورد بحث خونریزی پره‌های بکارت و هایمن اینه که بچه‌ها 80% هایمن ها خونریزی رو تجربه نمی کنن. فقط 10-20% هستن که خونریزی رو تجربه میکنن و خونریزی میتونه مختلف باشه. در بعضی موارد هستش که فقط سر آلت خونی شده، در بعضی موارد هستش که تا چندین روز بعد لکبینی اتفاق میفته. این هم خیلی مورد شایعی هستش. ولی همچنان شما همیشه معاینه توسط یک متخصص رو اولویت قرار بدید. این ویدیو ما به پایان رسید. ما توی این پیج یوتیوب که تازه هم راه اندازیش کردیم سعی می‌کنیم در مورد مسائل زنان صحبت کنیم، از پریودهای دردناک، مسئله هایمن، مسئله تنبلی تخمدان و مسائل شایع زنان در روز که میتونه کمک کننده باشه براتون. من چون تازه چنل یوتیوب زدم نمیدونم که دقیقا چی باید بگم، چطور دعوتتون کنم، اما چنل ما رو سابسکرایب کنید و امیدوارم که چیزهای خوبی اینجا دستگیرتون بشه.